بیاید خدا جون بیاید. مونده شده نه؟ قدر بالا بوده است. یکم کس نیست چی؟ در رو نمیکشوید؟ ممکن خوابش برده کیست. یک بار دیگر در رو زن بچی. نامشگی رو گوشش کش. این بلا باز از کجا پیدا شد؟ ای جلوجی نوست تو خلاص شدیم. باز با کجا آمدی؟ در کشویم. نمیکشویم. آخر با کجا تو با ما خلال میرسونی؟ من نیستم. در رو نمیکشوید؟ بهرام جان گفت که کیلین در خونه است. یک بار دیگر تق تق. شاید خوابش بردگیستن؟ خیلی ممکن. باشد. بهرام جان او را از آمدن ما خبردار نکرده است. خیر انتظار می شویم. خاله جان؟ لبک کلیتون در اونجا کار میکنن؟ نه بچه خانشین. با فکرم خوشتومنم میوید گفته با بزرگ رفته است. شما خوشتومنی خوشبختی. تشکیلی و وزنی نه؟ اینا بهرام جان اومد. اومدی بچه. سلام بچه جان. اومدی. سلام کنی بچه. ببخشید کمی دیر کردم. هیچ گپ نیست. کلین در خانه نفس. بازی می‌بینید بچه جان. بازی. کارم زیاد. هیچ گپ نیست. بچه جان. بازی. کمتر. کارم امروز زیادتر بود. هیچ گپ نیست بچه. هیچ گپ. مرحمت بچه جان. اگر نمازون مرحمت. بهرام جان من کار دارم. این سوالات جای کمپی رو گیرو
من رفتم. این چی خیلی شد؟ میدونم. میدونم یک کیلو. چون میگفتی مکان. روی سفید خیلی خاله جون. رحمت اکا مایلش. سلامت باشید. مایلش خب. مرحبا باشید. مرحبا. بهرام جان کلیم در خانه کو السلام علیکم خاله جان. چشم خاله جان. نه سلامتی تو. سوز همه نه. خوش آمدید خاله جان. السلام علیکم. این چگونه نماز؟ ساعت چند؟ در این ساعت این چه خیلی نماز؟ بهرام جان بچه آرام شد. مادر جان سهر بامدادم رو خواندن نتونستم همون گفتم که غذای از خواب رفتن سحر بر وقت خیزی بامداد خونی نمیشود؟ خیلی هیچ جورت نه مردک جان خواندم خوش آمدید خاله جان. خوش آمدید. ببخشید که در رو شده هیچ گرده هیچ گرده شنید خاله جان. با حضور رفتم مانده شده اومده. شنید با حضور شنید خاله جان. قشلاق همتیش رحمت خوش آمدید خاله جان. خوش آمدید. رحمت کلی جان رحمت من حاضر. مایلش اینجا نه آقل است نه گاو مالکی مانده شوید. بهرام جان زیغ نشه بچه شاید شب خواب نکرده است چه؟ یکم بار نیست کو؟ هیچ گپ نگی بچه جان شما شنگید من حاضرم. مایلش بچه راحت باشید. خوش مزرک میگه یکم خوروکی بومازه پزی ها؟ وای باشد که پزم با 2 کартошка و 2 پیاز مگر یگان چیزی با مزه پخته می شود؟ او تامین کنه پختنش تنی من مرده؟ تو بسیار پرپر نکن. این روز خرید کرده تامین کردم. چی تمام شده؟ او 2 خلطه آوردگی چی می شود؟ مگر نفس قپیده می شود؟ نه می شود کنی گو؟ خدا با شکر بچه همون کلان شدند. اگر تو آچه جانی منو در نظر داشته باشی وای بیچاره‌ک از روز اومدن مزهش نیست حتی اشتیا ندارد. بابا بازی عیب شده بهرام جان لبایا چه جون؟ لبایا چه جون؟ سراسیمه شده ناخونهایم را نگرفتم ای بیزار شده اگر یگان ناخون گیرد داشته باشی بیار ناخونهایم را به ترتیب در آرم هیچ گپ نیست چه جون. حاضر مایلش عیب شده انم چه جون؟ آورده این از شما به شما توفه. این نیمه چی؟ در دیه دارم لازم نیست این یک آهانک است. بچه جون لبه خوش کنید. خدا خواهد سهر بیمار خانه میره از تشخیص نگذاره. آخر 10 بار گفتم که اوچه جون بیاید از تشخیص گذارید. انا میرم گفته چی اشتی؟ بچه همین رمضان بود که شد البته می بیایم خیلی اول بطه بگم اوچه جون باید پدرم هم گرفته می آوردید. آخر 10 بار گفتم که بیاید از تشخیص گذارید و تا بیاید گذارید. نه من شهر نمیفورد. راست چوی میگویم انسان انده. آخر پدرت دیقی نفس هوای شهر باشد بسیار وزنی هوای دیه انا هوای دیه باشد تازه. هوای دیه باشد تازه بچه البته رمضان که بود شد من برای تبوبت می بیام همراهی پدرم مایلش بهرام لبا عیب شده چی میگویی؟
ناخونگیرک کنی؟ کدام ناخونگیرک؟ ناخونگیرکی من کنی؟ چه ناخونگیرکی تو؟ ناخونگیرکی که در بالای آینه بود کنی؟ من از کجا میدونم یک ناخونگیرک حاضر از همین جو گرفته از نزد آینه به مادرم بردم. انا همون ناخونگیرکی من بود. تو برای چی به اجازه مال شخصی من رو گرفته به هر کس میدی؟ چی؟ چی هر کس؟ وای هر کس نه وای مادری من است میفهمی؟ و آن آهنه که تو میگویی هیچ ارزش ندارد. وای برای تو ارزش ندارد. برای من باشد از نقره و طلا هم گران است. پنده کجانک حاضر رفته از مگزین نوش رو خریده میارم. با من نوش لازم نیست. رفته مال شخصی من رو گرفته بیار. نوش رو بهترش به مادر جانکت خر تا که مال دیگران رو صاحب نشود. تو مادر شدی ها؟ حالا با تو باید گم میزنم. احمق. اوچه جان من کم ترک خطا کردم اوچه جان. باید من این ناخونگیرکی خوبترش رو باید به شما میدودم. من گرنگ سادگی کرده این خیتایی رو به شما دادم. همینش بس است بچه. اوچه جان هیچ خیلی دل من آرام نمیگیرد. نخود من یک چیزی پاسیفات رو به شما دیم. اوچه جان این رو گیرید. اینش رو به من دیده. گفتم که در دیه دارم. اوچه جان گیرید. هر دویش رو گیر لازم نیست. نه اوچه جان گیرید در کار می شود. ببینید ها اوزر اوچه جان بخشش نخود یک ناخونگیرک پاسیفات رو. ای بچه شیرینی. ما گیر مالت رو نصیبت کند. آیسته به پول اومده است میشکند. تو بسیار گرد نزن فهمیدی زنک؟ بسیار گرد نزن از سرت ماردم این ناخونگیرکت. حالا با تو من بعد گرد میزنم ولی بیست. برای چی بد؟ ها؟ گپت باشد حاضر گپ زدن گیر. از چی میترسانی مرا؟ ها جوابم را دادنی. جوابم را دادنی باشی خودی حاضر جوابم را ده. من بیزار شدم میفهمی؟ بیزار شدم بیزار که همین مادر جلاجینت به همین خانه میآید دیگر ما روزی خوش را در این خانه نمیبینه. فرمانی گیر پس در گپ زن. با زبانت دراز شده است. حالا من جزای تو رو میدیم احمق. بچه جان من همش رو شنیدم. من نمیخوام که از پشت من زندگی شما ویران شود. اگر دعای مادر رو گرفتن خواهی صدی رو هم را نگیر. ممکن روم. خیر جانیو چجون این ماجرای ما با شما هیچ دخل ندارد. این مناسبت شخصی ما است. من جانیو چه من روم. خیر جون خیر جانیو چه به کجا می روید اوچه جون؟ اوچه مالت رو گرفتی؟ من مالی مادرم هستم. پناهت بر خدا.